سلام، اینو ببینید چقدر باحاله. دوربین داره با سوژه حرکت میکنه. به این تکنیک موشن ترکینگ گفته میشه. البته در اصل این کار فقط باید توی محیط افتر افکت انجام بشه، اما واسه کسایی که سیستم خیلی قوی هم ندارن این تکنیک کمک میکنه که بتونن توی پریمیر هم انجام بدن. پس بزن بریم. از بخش افکت ها پلاگین ترانسفورم رو روی فوتیجمون قرار میدیم. یک کمی به تصویرمون اسکیل اضافه میکنیم و در قسمت پوزیشن کیفریم رو فعال میکنیم و در قسمت شاتر انگل مقدار 360 رو انتخاب میکنیم و تیک یوز کمپوزیشن رو غیر فعال میکنیم. از پنجره پروگراممون شو گایدز و شو رولرز رو انتخاب میکنیم. جفتشون رو فعال میکنیم و یه نقطه طلایی برای خودمون در نظر میگیریم و نسبت به همون نقطه طلایی شروع میکنیم به ساخت کیفریم و این کار رو تا جایی که لازم داریم انجام میدیم. به همین راحتی.